سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من حسین نوایی هستم. امروز قراره درباره این صحبت بکنیم که چطوری میتونیم لیسنینگمون رو بهتر و بهتر بکنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ موضوع امروز، اگه اولین بارتون هست که این ویدیو رو از این چنل یوتیوب میبینین، حتما ما رو سابسکرایب بکنین، چون در ادامه کلی مطالب مفیدتر و جالبتر داریم که میتونه به دردتون بخوره. خب همونطور که بهتون گفتم، امروز قراره درباره این صحبت بکنیم که چطوری میتونیم لیسنینگمون رو بهتر و بهتر بکنیم. خب حالا سوال اینه که چطوری میتونیم لیسنینگمون رو بهتر و بهتر بکنیم. امروز قراره که درباره یک تکنیک به اسم ترانسکرایب صحبت بکنیم. ترانسکرایب حالا چی هست؟ ترانسکرایب، شما فرض بکنید که یه دونه لیسنینگ یا پادکست انتخاب کردین. حالا میخواین با اون لیسنینگ یا پادکستی که انتخاب کردین بخواین لیسنینگتون رو بهتر بکنین. باید چیکار بکنین؟ در قدم اول شما باید یه دونه پادکست یا لیسنینگی که انتخاب میکنین مناسب با لول خودتون انتخاب بکنین. یعنی اگر مبتدی هستین یه لیسنینگ مبتدی، اگر متوسط هستین یه لیسنینگ متوسط و اگر حرفه‌ای هستین یک لیسنینگ حرفه‌ای بخواین گوش بدین. قدم دوم این هستش که شما وقتی که دارین اون لیسنینگ رو گوش میدین باید یه دونه کاغذ خودکار بردارین و تک تک اون کلمات و تک تک اون جملاتی که دارین میشنوین رو بنویسین. اما به چه روش باید بنویسین؟ شما به هر یک جمله‌ای که گوش میدین باید اون جمله رو روی کاغذ بنویسین. خب ممکنه که این روش واسهتون خیلی کسل کننده باشه و اینکه اصلا حوصله نکنین تا آخرش انجام بدین، اما من به شما قول میدم خیلی از زبان آموزایی که داشتم این تکنیک رو اجرا کردن و بعد از 5 ماه 6 ماه نتیجهش رو گرفتن. یعنی زمین تا آسمون لیسنینگتون تغییر میکنه. اما مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی این هستش که وقتی که شما اون پادکست رو یا همون لیسنینگ رو کامل گوش کردین و کامل نوشتین، مرحله بعدیش این هستش که شما اون پادکست یا لیسنینگ رو در واقع فایل ترانسکرایبش رو که همون نوشتاری همون لیسنینگ یا پادکست هست رو دانلود میکنین و مقایسه میکنین با متنی که نوشتین. جاهایی که مشکل دارین رو میتونین زیرش قرمز بکنین، میتونین درستش رو بالاش بنویسین. بار بعدی باید شما دوباره گوش بدین. این بار که گوش میدین به نوشتنتون نگاه بکنین، ببینین که کجاها رو مشکل داشتین و چرا سر اون کلمه مشکل داشتین. اما ممکنه واسهتون سوال پیش بیاد که چطوری میتونیم یه پادکست مبتدی، یک پادکست یا لیسنینگ متوسط یا حرفه‌ای بخوایم در واقع پیدا بکنیم و تمرین بکنیم هر روز. خب حالا میخوام بهتون یه منبعی معرفی بکنم که شما اگر توی 3-4 ماه با این منبع پیش برین، حتما بعد از 3-4 ماه پیشرفتتون رو حس میکنید. خب امروز میخوام بهتون کتاب‌های Tactics for Listening رو پیشنهاد بدم و منبع خیلی عالی واسه لیسنینگ و همچنین اسپیکینگ هست. چون وقتی که شما دارین لیسنینگتون رو تقویت میکنین، خود به خود اسپیکینگتون هم تقویت میشه. Tactics for Listening 3 تا کتاب داره واسه مبتدی، متوسط و پیشرفته. این کتاب قرمزش هست که واسه سطح در واقع متوسط هست و این رنگش هم برای سطح پیشرفته هست. اما اگر سطح شما مبتدی هست میتونید از کتاب سبز شروع بکنید. خب حالا چطوری میتونیم با این کتاب پیش بریم؟ پیشنهادی که من دارم واسه این کتاب این هستش که شما اول تمرینات کتاب رو بخواید حل بکنید. یعنی اگر مثلا 5 تا تمرین داره، 5 تا تمرین رو حل بکنید و تستاش رو بزنید. اما یک سری از لیسنینگ ها که معمولا لیسنینگ 2 یا 3 هستن، من یه نگاه بکنم. بله، لیسنینگ 2 یا 3 هستن، خودتون متوجه میشین وقتی که بخواین گوش بدین در واقع طولانی ترین لیسنینگ هست. شما اون لیسنینگ رو انتخاب بکنین به عنوان ترانسکرایب، گوش بدین، هر جمله یا هر کلمه‌ای که میشنوین رو بنویسین. البته این رو بگم که هر جمله‌ای که میشنوین بعدش باید پاز بکنید، بعدش بخوایم برین جمله بعدی. و اینکه در نهایت آخر کتاب رو اگر نگاه بکنید یک سری نوشته داره. این در واقع همون ترانسکرایب هست که خودش ترانسکرایبش رو واسه شما نوشته. شما آخر سر میتونید به آخر کتاب رجوع بکنید و اینکه جواب خودتون رو با آخر کتاب چک بکنید. خب همونطور که میدونید راز یادگیری زبان انگلیسی تمرین و تکرار هست. اگه واقعا میخواین زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیرین،
هر روز نیم ساعت 1 ساعت وقت بذارین و تمرین بکنین تا به اون لول یا اون سطحی که دوست دارین برسین. خب ویدیوی امروز هم تموم شد، اما اگر بار اولتون بود که این ویدیو رو از این کانال یوتیوب نگاه میکردین حتما ما رو سابسکرایب بکنین، چون در ادامه همونطور که بهتون گفتم کلی مطالب مفید و جذاب داریم. و اینکه تا یک ویدیو دیگه یادتون نره که آرزوهاتون رو دنبال کنید.